مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شام 2 اپریل سال 2023 در بین نمکی 1 ساعت در نویه واسع و جلالالدین بلخی 2 نفر در صدمه های نقلیاتی جان باختند. از جمله شام 2 اپریل سال 2023 تخمینا ساعت 18:00 دقیقه راننده автомашин طبقه اوپل استرا بهرکوف رحمت الله تغویویچ سال تولدش 1975 ساکن نویه واسع هنگام حرکت در حدود جماعت دیوت رودکی نویه مذکور از عهده دوره واسطه نقلیات نبر آمده به داخل کانال آبگذر چپ شده است. در نتیجه راننده بهرکوف به سلامتی جراحات گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همچنین شام 2 اپریل سال 2023 تخمینا ساعت 19:00 دقیقه راننده автомашин طبقه مرسدس بنز سلیمانزاده رستم سال تولدش 1984 ساکن نویه جلالالدین بلخی هنگام حرکت از سمت نویه بلخی به سمت نویه دوستی واقع در جماعت دیوت خیلی وردی نویه بلخی از عهده دوره واسطه نقلیات نبر آمده دوچرخران آتاجانوف قربان با سال تولدش 1951 ساکن همین نویه را پخش نموده است. در نتیجه دوچرخران جراحات گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. قبلا ژورنالیست عادل ناظر با نشر یک ویدیو در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که نیمه دوم روز 1 اپریل سال 2023 در شورای دوشنبه خوجند چنوق در نزدیکی دهه قمرغ نویه عینی یک ماشین امرو با راننده و مسافرانش به دریا سرازیر شده است. به گفته شاهدان همه سرنشینان ماشین بی‌درک شدند و نجات دهندگان مشغول گفتگو جسدها و راننده هستند. درباره شخصیت راننده و مسافران این ماشین و چند نفر بودن قربانیان این صدمه هنوز معلوماتی در دست نیست. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه و پرخطر به شمار می‌روند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند.